بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. علوم مذمومه ما شما دیدیم که در قرآن عظیم الشان علوم به 3 بخش تقسیم میکرد. بخش اولش علم نافع بود که از علم نافع هم خود علم نافع بود و هم کسی که او را یاد میگرفت از او نفع میبرد. و قسم دوم علم نافع بود که خود علم نافع هست، لکن کسی که این علم یاد میگیره مشکل دمی کسی است که این یاد میگیره، این عالم و این متعلم، مشکل در عالم و متعلم هست و به خاطر تکبر یا به خاطر تعصب یا به خاطر حسادت یا به خاطر خواسته ها و غرایز جنسی یا به خاطر شهوات نفس از علم نافع استفاده مثبت اینا نکردن که مثالایش از علمای احبار و رهبان یهود و نصارا و علمای مثل بلعام باعور و یا کسانی که خلفی که مخالف منهج سلف حرکت کردن. این مثالایش ما و شما خواندیم. حال قسم سومی از این بیان میکنه که این علوم هستن که خود علم مذموم هست، خود علم زشت است، خود علم غیر نافع هست. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، حافظ ابن رجب رحمه الله میگه بسم الله الرحمن الرحیم: و اما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له، اما علم را که الله سبحانه و تعالی ذکر کرده به شکل در جهت زشتی، یعنی بر زشت یاد کردن به او، فقوله فی السحر، ای قول الله سبحانه و تعالی در مورد جادو هست. الله متعال میگه و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخرة من خلاق. وقوله فلما جاءهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقوله تعالى يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. این علوم مذمومه در قرآن عظیم الشان 3 قسم ذکر شده هست. اولش علومی هست که اینا مضره هستن، ضرر میرسانن. الله متعال میگه که و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، اینا یاد میگیرن چیزهایی را که برشان ضرر میرسانه و برشان منفعت نمیرسانه. اینا سحر یاد میگرفتن و وقتی که سحر و جادو را کسی یاد بگیره این برش ضرر میرسانه. از این علم کرده که انسان جاهل باشه خوب هست، از علوم مضره کرده که انسان نفهمه جاهل باشه خوب است. این علومی که مضره هست ولا ینفعهم و برشان منفعت نمیرسانه، ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخرة من خلاق. میگه اینا فهمیدن، یقین فهمیدن که هر کسی که این علوم مضره را میخره، خریدن چه قسم است؟ 3 قسم است. یعنی انسان وقتی یک علم حاصل میکنه، یک انسان 3 ثروت داره در زندگی خود. یکی ثروت مال است، مال داره، وقتی که یک علم یاد میگیره مال خود مصرف میکنه، فیس میده، کرای راه میده، سفر میکنه، کرای سفر میده، در اون جایی که مسافرت زندگی میکنه مصرف میکنه، این مالش است. دوم سرمایه وقتش است. وقت انسان یک سرمایه بسیار بزرگ است. از این خاطر در قرآن عظیم الشان در آیات زیاد درباره سرمایه عمر ذکر شده هست که وقت والعصر ان الانسان لفی خسر. الله متعال قسمیت کرده بر وقت، والعصر والضحى والفجر ولیال عشر. اینا کل قسم ها که در قرآن ذکر شده هست به چیزهای بسیار مهم الله قسمیت کرده که وقت یک چیز بسیار مهم است. اگر صبح است، اگر چاشت است، اگر شب است، بناهن از این باید انسان بسیار استفاده خوب بگیره. سوم سرمایه خدا که در این مصرف میکنه انرژی انسان است
که انسان امی توانایی و قوتی که داره ایره در حاصل کردن علم صرف میکنه تا بالاخره اگه وقتی که انسان درس میخونه تعلیم خلاص میکنه ببینه که ریشش سفید شده، استخوانایش پوسیده شده و مریض هست و بناهن اینا کسایی که این سه سرمایه خود مصرف میکنن در مقابلش چی میگیرن؟ در مقابلش علم میگیرن. آلی علم چه قسم علم است؟ سرمایه را هم دادی. اینا میفهمیدن که لمن اشتراه ما له فی الاخرت من خلاق، در آخرت بر از اینا چی نیستن؟ هیچ نصیب نیست. از جمله علوم مزرع اولش چی است؟ تعلیم سحر و تعلمش است. اگر کسی علم سحر معلم باشه یا شاگرد باشه، استاد باشه یا محصل باشه، اردوی از اینا که سحر یاد میگیرن اینا در کفر مبتلا هستن. در قرآن عظیم شان ذکر شده که مثلا شیطان کافر است. چرا شیطان کافر است؟ به خاطر که معلم سحر بود، استاد سحر بود. و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. میگه سلیمان علیه السلام پیغمبر معصوم بود که به ضد سحر و جادو و کفریات و شرکیات مبارزه میکرد و مردم به توحید و تقوا دعوت میکرد. این حال ای کافر نشد، او خب مؤمن هست، موحد هست. این رد از بالای یهودیا و کسانی که سلیمان علیه السلام سرش تهمت میزدن. الله متعال میگه نخیر، سلیمان علیه السلام پیغمبر معصوم و پاک بود، او کافر نشده. کی کافر شده؟ ولکن الشیاطین کفروا، شیطان ها کافر شدن. شیطان ها چرا کافر شدن؟ یعلمون الناس السحر، به خاطر از اینکه مردم تعلیم سحر میکردن. اینال او شیطانی که مردم تعلیم سحر میکنن، چی شیطان انسانی باشه و یا شیطان جنی باشه، این در کفر مبتلا هست. و قوله ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس، علامه شنقیطی در این آیت شریف میگه در این آیت شریف که الله متعال میگه که و قوله و در قول الله سبحانه و تعالی که ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر صریح فی کفر معلم السحر. این قول الله سبحانه و تعالی میگه صراحتا صریح است، واضح است به ای که معلم السحر که است، استاد و راهنمایی که سحر بر مردم تعلیم میده، این کافر هست. و نفی النصیب فی الاخرة بالکلیه لا یکون الا لکافر، و نصیبی که در آخرت نمی داشته باشه ای هم در آخرت به کلی لا یکون لکافر، نمیشه مگر برای کافر. یعنی وقتی که نفی میشه که ما لهم فی الاخرة، هیچ نصیبی در آخرت ندارن، خلاق نصیب ندارن، ای برای کی در آخرت هیچ نصیب ندارن؟ یعنی ای کافر مطلقی هست که دیگه وقتی به دوزخ رفت دیگه از دوزخ بیرون نمیشه. عیاذا بالله تعالی. این درس بسیار مهم است. همین قسم که سحر مضر هست، دیگه علوم مضر هم هست. از این خاطر فلسفه، یاد گرفتن فلسفه های کفری، تعلیم و تعلم از مثلا فلسفه های ماتریالیستی و مثلا سیکولاریسم و یاد گرفتن کفریات و این چیزهایی که است، این سبب چی میشه که استاد و شاگرد اردوشان در کفر مبتلا میشه. و كذلك ثبت في القرآن ان من يتعلم السحر هو کافر ایضا. میگه در قرآن ثابت است که کسی که تعلیم سحر میکنه او هم یعنی شاگرد هم چی است؟ کافر است. قال تعالی و یتعلمون ما یضرهم. امی شاگردای از اینا شیطانا و استاد بودن، کافر شدن. شاگردایشان اینا هم یاد میگرفتن چیزی را که برشان ضرر میرسن. ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخرة من خلاق. این عالم میگه که الخلاق هو النصیب. و قال الشنقیطی و نفی النصیب فی الاخرة بالکلیه لا یکون الا لکافر. این عالم میگه نفی نصیب که از در آخره این نمیشه مگر بر کافر، اعوذ بالله. خب دوم مثلا از علوم مضره که انسان در فسق و در شرک و در گمراهی مبتلا میکنه، تعلیم موسیقی هست. امی ساز موسیقی که هست، اینه که شما ببینین آغازش از گناه شروع میشه و بالاخره با اشعار و با مجالس و با محافل و به جای میرسه که حتی انسان به شرک و به کفر و گمراهی دعوت میکنه. حتی موسیقی های شیطان پرستی هست.
بلک هیوی میتال و بلک میتال، این حتی موسیقی هایی است که مردم به طرف چی میکشن؟ شیطان پرستی میکشن. از این خاطر موسیقا که از جمله محرمات است و حرام است. چرا؟ بعضی کسا مثلا اونجا مکتب لیسه موسیقی جور شده، یا مثلا در پوهنتون مثلا دیپارتمنت موسیقی هست، یا مثلا در جاهایی است که استادای موسیقی هست، برای ببرن نقل میموان باز استاد برای چی هست، برای تعلیم میده موسیقی را. کل عمر ازی در فسق هست، در فجایع هست، در مجالس شیطانی هست. ما باز وقتی که موسیقی در دین داخل میشه و به نام دین انجام داده میشه، بالاخره انسان به شرک و به کفر مبتلا میکنه. الله متعال میگه و من الناس من یشتری لهو الحدیث، و بعضی از مردم ها هستن که لهو الحدیث میخرن. یکی از وسایل جنگ فکری دشمنای اسلام چی است؟ امین موسیقی هست، امین لهویات هست که از طریق چیزهای لهوی مثل موسیقی و شهوت رانی ها و ایگپا، فیلم های شهوتی و موسیقی های شهوتی و امی برنامه های شهوتی، این حال چی میشن؟ این سبب گمراهی بسیار جوانا میشن. حتی در امو عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم یک نفر رفته بود، یک تعداد وسایل موسیقی را به همراه چند تا امو کنیزهای رقاصه از فارس خریداری کرده بود، آورده بود در خانه خود. ایره چی میکرد؟ اینا را در مجلس میگرفت و در اون مجلس خود به خاطر چی؟ به خاطر که مردم مصروف ازی شود، از شنیدن قرآن و کلام پیغمبر یاد دور شوند. الله متعال میگه و من الناس من یشتری، و بعضی از مردم کسانی هستند که میخرن. چه قسم میخرن؟ که در موسیقی وقت خود ضایع میکنن، در موسیقی مال خود مصرف میکنن و در موسیقی انرژی خود مصرف میکنن. شرع لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا. اینا مردم گمراه میکنن بدون علم و یتخذها هزوا، و ایره وسیله برای چی میگیرن؟ و وسیله برای هزوا، برای مسخرگی و رشخندی. باز اینا از طریق این موسیقی شما بسیار اشعار و خواندنا دیده باشین که اینا سر علمای اسلام، سر قرآن، سر دین، سر از اینا چی میکنن؟ استهزا و رشخندی میکنن. اولئک لهم عذاب مهین، بر از اینا عذاب توهین کننده هست. و سعید ابن جبیر رضی الله عنه میگه عن ابی صحبای بکری روایت میکنه که انه سمع، که این میگه شنیده هست از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. این صحابی گران قدر است عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، که و هو یسأل عن هذه الآیه. از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ببینیم فهم سلف، وقتی که میگیم فهم صحابه، آل صحابه می آیات قرآن چه قسم فهمیدن که لهو الحدیث چی هست. این میگه از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه که صحابی هست، ما شما میفهمیم عالم است، از علمای صحابه هست. از این میگه وقتی که در مورد از این آیات پرسان شد، فقال الغنا، گفتی غنا و موسیقی هست. والذی لا اله الا هو، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قسم یاد میکنه، میگه قسم از به او ذاتی که نیست معبود به حقی که ذاتش عبادت شوه و حکمش اطاعت شوه بغیر از او. این قسم یاد میکنه که یرددها 3 مرات، 3 مرتبه هم قسم میخوره که این موسیقی هست، این موسیقی هست، این موسیقی. قسم میخوره. عن ابن عباس و من الناس من یشتری لهو الحدیث قال الغنا. عبدالله ابن عباس هم در مورد ازی چی گفت؟ که فی غنا هست، موسیقی هست. عبدالله ابن عباس از صحابه علمای صحابه هست. و فی روایت قال الغنا و اشباهه، در یک روایت گفت که چی هست؟ غنا و اشباهه است. چی است؟ یعنی موسیقی و امثالش است. و هو الغناء والاستماع له و شراء المغنیه. میگه ای چی است؟ غنا هست، موسیقی هست و گوش دادن به موسیقی هست، یا هم در شامل میشه. و یعنی کسی که خودش موسیقی می نوازه و خودش آوازخوان است و خودش رقاص است، این هم در این حکم داخل هست. و کسی که گوش میکنه و میشنوه و در مجلسش اشتراک میکنه و این قسمی مجلس ها را میگیره، این هم شامل است. و کسایی که شراء المغنیتی، و کسایی که اینا را میخرن، مثلا پیسه میدن، باز مجلس میگیرن، محفل میگیرن و رقاصه را میخرن، اینا را به این شکل، اینا کلشان در این داخل است. و عن جابر بن عبدالله، دیگه صحابی جابر بن عبدالله رضی الله عنه هست.
این میگه و من الناس من یشتری لهو الحدیث قال هو الغناء والاستعمال له. من نفهم که جابر بن عبدالله صحابی هست یا تابعی هست، والله اعلم. قال مجاهد از تابعین است، میگه و من الناس من یشتری لهو الحدیث قال الغناء، میگه این غنا هست، موسیقی هست. الغناء والاستعمال له و کل له، یعنی کل زی علما را وقتی که شما ببینید. در حدیث دیگه امام بخاری رحمه الله روایت میکنه از ابی عامر اشعری رضی الله عنه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنید که فرمودن، حدیث صحیح بخاری است، میگه لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که در امت ما کسای پیدا میشن که اینا حلال قرار میتن، یعنی علمای سوء پیدا میشن، علمای درباری و علمای فاسق پیدا میشن که این چهار چیز باز اینا مشروعیت میتن برای مردم، میگه پروا نداره، حلال هست. یستحلون الحر، اول زنا را، وسایل زنا را برای مردم چی میسازن؟ برای مردم حلال میسازن. و الحریر و برای مردهای امت میگه ابریشمی پروا نداره، این حلال میسازن. و الخمر سوم شراب حرام حلال میسازن. آله یستحلون حلال قرار میدن حر زنا را و الحریر و ابریشم برای مردهای امت اسلام، و الخمر و دیگه شراب و المعازف و وسایل موسیقی را. این علمای سو که در امت ما پیدا میشن کدام مردم ها هستن که این چهار چیز برای مردم حلال میگن. از این چی معلوم میشه که یعنی این چهار چیز حرام است، هر چهارش حرام است. زنا حرام است، پوشیدن و استفاده کردن از ابریشم برای مردها حرام است، در حدیث آمده هست. و خمر صراحتا در قرآن و سنت آمده هست که خمر حرام هست، و همین قسم وسایل موسیقی. خب اینال این حدیث دیگر شد. پس سوم اولش سحر شد از علوم مضره، دومش موسیقی شد، سومش یاد گرفتن مجسمه سازی، مجسمه های ذات روح، یعنی مجسمه های مخلوقات را ساختن که او چی است؟ ارواح داره، مثل از انسان ها و حیوانات و این را. و یا هم تصویرهای ذات ارواح، مثلا تصویرهایشون میگیرن. این هم مثلا در بسیاری جایا امی رسامی و این مجسمه سازی رشته هایی است که استاد و شاگردش درس میگیرن. حتی مثلا بت پرستایی که بت ها رو جور میکنن، خواهمی رشتهشان است که مثلا امیره میخوانن و بالاخره امی مجسمه ها رو میسازن و بالاخره این مجسمه ها چی هستن؟ در بسیاری جای اون در هندوستان وقتی که میبینین عبادت میشه. و در صحیح بخاری حدیث صحیح بخاری هست در 2086 که ان النبی صلی الله علیه و سلم لعن المصور. رسول الله صلی الله علیه و سلم مصور تصویر کننده را چی کرده؟ لعنت کرده، یعنی کسی که مصور از تصویر میگیره این است. و در حدیث 5963 من صور صورتا فی الدنیا، این هم حدیث صحیح بخاری هست که هر کسی که یک تصویر در دنیا تصویر میکشه، کلف یوم القیامت ان ینفخ فیها الروح، در روز قیامت ای مکلف میشه که روح بدی. آل تو این مجسمه را ساختی، تصویر رسامی کردی، تصویر گرفتی، آلی چی کن؟ در این روح بدی ولیس بنافخ، ای یعنی برش وعیدن و تعذیبا برش میگه که روح دی داخل کن. و در حدیث 59 قال ان اشد الناس عذابا عند الله، میگه شدیدترین مردم ها در عذاب در روز قیامت، یوم القیامه، المصورون. این مصورون هست. چرا؟ مصور حقیقی المصور الله هست. این کسی که خودش شبیه با الله میسازه و تصویر سازی میکنه، این چی هستن؟ این سختترین عذاب برای داده میشه. چرا؟ هر کسی که یک صفت از صفات الله را اختیار میکنه و برای خود نسبت میده یا علم غیبه، این برای سختترین عذاب است. مصورین امی صفت ادعا میکنن و تصویر کشی میکنن. و در حدیث 59 که صحیح بخاری میگه که ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامه يقال لهم احيوا ما خلقتم. این در روز قیامت اینا بسیار سخت عذاب میشن و برشان گفته میشه که شما زنده کنین او چیزی را که شما
پیدا کردیم. چهارمی علوم مشترک است التعلیم فی المدارس و الجامعات الطاغوتیه. دیگه تعلیم و تعلم در پوهنتون هایی که در کشورهای طاغوتی پوهنتون ها ساخته شده هستند. این که یک کس میره در این پوهنتون تدریس میکنه، این چی مشکل داره که در اینجا تدریس میکنه؟ اول مثلا همین شاگرده که میره در این پوهنتون درس میخوانه، این در مناهج تعلیمیش مشکل است. مثلا یک استاد کافر قوم پرست، یا یک استاد کافر سیکولر، یا یک استاد که مثلا خودش کافر است، این کلش در منهج از اینا هست. در این پوهنتون ها قوم پرستی، در این مدارس و پوهنتون ها قوم پرستی تدریس میشه، سیکولاریزم تدریس میشه، محبت کفار و مشرکین چی میشه تدریس میشه، و مخالفت ولا و ورا یا در این پوهنتون ها و در این مدرسه این کل از اینا به ضد از اینا کار میشه. و تسمیت الموحدین بالافراطین، در این پوهنتون ها کسایی که درس میخوان، باز کسایی که اهل توحید باشن اونا را میگن اینا افراطی هستن یا متشدد هستن یا ارهابی و تروریست هستن یا تکفیری هستن و دیگه از اصطلاحات کفری که در این پوهنتون ها هست. بر علاوه از این که مثلا اینا حجاب منع میکنن، مثلا یونیفرم بسیار بیدینی و گمراهی را و نشر اختلاط و جنس و گپا در بین از اینا هست. دوم مشکلی که در این پوهنتون های طاغوتی هست امو همصنفی ها هست. در این صنف های از این جوانه که میره یا در این مکتبه های از اینا و مدرسه از اینا، امی طفل وقتی که میره امی زملا و رفیقای از این و استادای از این مشکل زملا مشکل چی هستن؟ این همصنفی های از این است که بسیارشان در گمراهی هستن. بسیاری جوانه ببینی که در اینجا رفته در این پوهنتون درس خوانده توسط امی همصنفی های بیدین و گمراه، همنشین های گمراه چی شدن؟ با گمراهی کشیده شده هست. با بدان کم نشین که بدمانی خوپذیر است نفس انسانی. پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد. یعنی پسر نوح علیه السلام وقتی که با کافرها شیشت، بچه پیغمبر بود، هیچ خاندان نبوتی به منفعتش نشد. پدرش پیغمبر است، کافر شد و غرق شد و الله متعال برش گفت که این از اهلتون نیست، کافر هست. سوم مشکل استادای ملحد و سیکولر و کمونیست. این وقتی که در پوهنتون های طاغوتی کس درس میره میخوانه، استاد کمونیست وقتی که آمد ای از می آغاز که امو زهر مثلا امو تو پاش داده میره. از طریق شعر ببینید شرک و کفر انتقال میده در ادبیات، از طریق قوانین مثلا بیان کردن منفعت قوانین کفری در پوهنزایی های حقوق و سیاست و قانون. اینا اکثر از اینا رو ببینید که اینا بسیار جوانا را امی استادای کافر با هر روز بر از اینا درس دادن بالاخره یک جوان ببینید که بسیار دیندار بود و یک دختر ببینید که بسیار با حجاب بود، چند وقت بعد سائل کنی که با حجاب به حجاب میشه و این جوان دیندار بیدین میشه. پنجمیش که از تعلیم فلسفه های کفری هست. بسیاری از پوهنتون ها هست مثلا پوهنزه فلسفه داره، فاکولته فلسفه داره یا دیپارتمنت فلسفه داره یا اکادمی فلسفه داره. مثلا در افغانستان یک وقت اکادمی علوم اجتماعی بود که ایده امی پوهنتون تعلیم تربیت که در جای زیباست امی تعمیرش باز پوهنتون تعلیم تربیت ساخته شد. در اول در زمان کمونیستا این اکادمی علوم اجتماعی بود. این امو اکادمی لینن که در شوروی بود، از امونجا که مارکسیسم و سیکولاریسم و یارا مثلا کمونیسم درس میداد، یارا امیجا درس میداد. امروز امو کسایی که در اونجا خوانده که ریشش سفید هم شدن، پاش دلب گور هست، امیال هم دمو کفر خود استاده هست. وقتی که در یک برنامه گپایش میشنوی که در یک مصاحبهش 20 جای کفر میگه و با کفر خود و با شرک خود و با پیروی از لینن و پیروی از سیکولاریسم و از کمونیسم از یا هنوز هم دفاع میکنه. سرسختانه پیر شده، ضعیف شده، لکن با وجود از این به کفر مبتلا هست. اینالی ای پوهنتون هایی که این فلسفه های مختلف درس میدن، اینا چی هستن؟ اینا پوهنتون های کفری هستن. خب نوع دوم اول علوم مزرعه بود. نوع دوم علومی که مخالف منهج پیغمبرا
و رسول هستند. این ما و شما یک تفریح میگیریم، بعد از تفریح ان شاء الله تعالی ایره میخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.